لطفاً فقط اگر دختر دهه 60 هستی پست رو ببین. دخترهای دهه 60 نه اینقدر سنتی بودن که سری شوهر کنن و بچه دار بشن، نه اینقدر مدرن بودن که بدون ترس از قضاوت شدن و نگرانی برن وارد رابطه بشن، نه مثل نسل مادرهاشون میتونستن بدون هیچ سوالی برن زندگی کنن و نه مثل نسل خواهر کوچیکشون تونستن با آزادی کامل و با خیال راحت برن وارد رابطه بشن. نسل دهه 60 نسل تناقض‌ها و پارادوکس بین سنتی بودن و مدرن بودن. از یه جهت بهش گفتن دختر باید تحصیل کرده باشه، از یه جهت گفتن هدف نهایی ازدواج شوهر کردن. از یه جهت بهش گفتن دختر باید قوی باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. از یه جهت گفتن دختر باید حرف گوش باشه، باید خانم باشه، باید لطیف باشه. واسه همین که بعضی از دخترهای دهه 60 با وجود موفقیت‌های خیلی زیادی که به دست آوردن، چون هنوز شوهر نکردن یا بچه ندارن، احساس میکنن نسبت به بقیه جا موندن، عقب افتادن. اونایی هم که شوهر کردن چون موفقیت ندارن همین احساس رو دارن. ولی میخوام یه چیزی بگم، نسل دهه 60 با وجود تمام این دردهایی که کشید تونست راه خودش رو بین بایدها و میخوامها پیدا کنه. پس این نسل نسبت به بقیه قوی‌تر و آگاه‌تره و قطعاً این مژده رو به شما میدم که زندگی واقعی شما از این به بعد تازه شروع شده. به افتخار هرچی در 60 یه دم